سلام، من حدیثم. این کانال یوتیوب منه. من هر چیزی که میبینم دوست دارم درستش کنم. اگه شما هم مثل من عاشق کارهای هنری هستید حتما پیج من رو دنبال بکنید. هر هفته قرار 2 ویدیو با هم دیگه بسازیم. اگه دوست دارید ببینید این هفته چی قرار درست کنیم بیاین با ما همراه باشید. داشتم توی اینستا میچرخیدم، یکی از دوستان بهم پیام داد این طرح رو با این رنگ بندی برام درستش کنی. قراره که اینو به یه تازه عروس خوشبخت هدیه بدم. منم با کمال میل قبول کردم. سریع با بچه‌ها رفتیم دنبال خرید مکرومه‌هایی که احتیاج داشتیم. مکرومه‌ها و نمد رو خریدیم و برگشتیم خونه. حالا بعد یه چوب انتخاب می‌کردم. خودش گفته بود یه چوب کلفت می‌خواد که کار زیباتر به نظر برسه. چوب رو از سر کوچه به کمک همسرجان تهیه کردیم و مثل ویدیو 2 طرفش رو بریدیم. تیکه‌های اضافی چوب رو هم بریدم. رنگ‌هایی که مشتری انتخاب کرده بود سفید و سرمه‌ای و آبی هستش. چون بهم گفته بود که طول کار دوست داره 1 متری باشه، پس منم مکرومه‌ها رو از 1 متری بریدم و 10 سانت از همدیگه کمشون کردم که به شکل پله‌ای در بیاد. بعد از این کار حالا باید مکرومه‌ها رو به روی چوب وصل بکنیم. وقتی همه نخ‌ها رو وصل کردیم باید پایین نخ‌ها رو گره بزنیم که هم شکل زیباتری بگیره همین که در نره. الان برای برگ زدن پایه برگ ها رو زدم و مکرومه ها رو 20 سانت بریدم. الان از توی همدیگه ردشون میکنیم. این کار رو ادامه میدیم تا 20 تا هر چند تا که شما دوست دارید برگتون بزرگ و پهن باشه. من 10 تایی زدم. 10 تا کنار هم میزنیم و میشه این شکلی. الان باید اینها رو باز بکنیم. پیچ‌هاشون رو باز میکنیم یکی یکی و شونش میکنیم که مثل این صاف و یک دست بشه. حالا برای اینکه بخوایم فیکسش بکنیم باید اول پشت کارمون رو قشنگ صاف بکنیم، شونه بکنیم و نمدهایی که از قبل تهیه کرده بودم و بریده بودم رو با یه چسبی، حالا من با چسب رازیش زدم، شما میتونید با هر چسبی که دوست داشتید این کار رو بکنید. قشنگ پشت نمدتون رو چسب بزنید و روی برگی که شونه کردید و کاملا یک دست شده بچسبونید که کارتون رو فیکس کنه، یعنی ثابت نگهش داره که وقتی کار روی دیوار میمونه شل نشه بعد از یک مدتی که بیفته پایین. بعد که برگو برگردوندید دوباره شونه بکنید به آرومی که خراب نشه. قسمتی که چسب زدید چسبش مشکل پیدا نکنه. و حالا نوبت اینه که اون چسب چوب رقیق شده‌ای که با آب رقیقش کرده بودم برای اینکه کاملا فیکس بشه و حرکت نکنه، نخ‌های مکرومه به هم بچسبن، این چسب چوب رقیق شده رو میزنیم روش. اصلا نگران این نباشید که اون سفیده ها میمونه. بعد از اینکه چسب چوب خشک میشه هیچ رنگی روی برگ هاتون دیگه نمیمونه. خیلی قشنگ میشه وقتی فیکس میشه، وقتی دیگه تکون نمیخوره اون ریشا، خیلی کارو قشنگ در میاره. بعد برش میگردونم و جایی که منظم نیستش رو منظم تر میکنم، جای اضافیش رو قیچی میکنم و برگم رو تمیزتر در واقع اجرا میکنم. اینم از برگ های زیبامون. به نظر من که خیلی عالی شده. دلم میخواد نظر شما رو هم بدونم.